سلام به همه عزیزان، خیلی خوش اومدید به لایو دوممون. یه چند دقیقه صبر کنین تا بقیه عزیزان بیان، منم پادکست این جلسه رو بیارم و با هم شروع کنیم. نمیدونم بچه جلسه اول لایو رو گوش دادید یا نه. اگر گوش ندادید توی تمام کانال هامون براتون هم پادکستش رو هم متنش رو، اون مکالمه که با هم کار کردیم، هم تدریسش رو براتون گذاشتم. امروز هم براتون یه مکالمه خیلی خوب آوردم که امیدوارم براتون خیلی مفید باشه. اینجا بس شه من براتون بذارم. خب زیاد کنیم. چطورید بچه ها؟ وقتتون بخیر. آقا چون میخوام سری بریم سر اصل مطلب، وقتتون رو نگیرم، شروع کنیم. فقط یه بار یادآوری کنم که ما توی لایوامون بهتون مکالمه موقعیتی یاد میدادیم. امروز هم راجع به ماشین داشتن و خریدن ماشین، یه سری سوال و جواب راجع به ماشینه توی سطح پایه. اینو فراموش نکنید، مطالب همه توی سطح در واقع پایه تا قبل متوسط هستش، یعنی A1 میگه نهایتا A2. پس چیزایی که میگم توی این سطح. حالا البته جمله ها رو من کاملا تحلیل میکنم، گرامرش و نکاتش رو همه رو بهتون میگم. امروز هم چند تا نکته خیلی خوب داریم و به درد بچه‌هایی که سطح متوسط هستن هم میخوره، که احتمالاً با توجه به تجربه این چند سال بچه‌هایی که سطح متوسط هم هستن معمولا اینجور چیزا رو مشکل دارن. در مورد دوره جدیدمون انشالله آخر لایو صحبت میکنیم. در مورد سوالاتتون که راجع به دوره میپرسید حتما بهتون جواب میدم بعد از لایو. خب بریم شروع کنیم لایو امروز رو. اول براتون پادکستش رو بذارم یه بار کامل گوش کنیم با هم، بعد برگردیم دوباره جمله به جمله با هم کار کنیم. و میخوام بچه‌ها بهتون کلا یاد بدم، منم نبودم، لایو منم نبود، شما چطوری با یه پادکست زبان یاد بگیرید و باهاش تمرین کنید. اول یه بار پادکست رو کامل گوش بدید. خب البته که مثلا شما اگه فیلمم ببینید همینه ها، اول فیلم رو نگاه بکنید کامل، حالا اول پس پادکست رو کامل گوش میدید. پادکست سطح خودتون رو پیدا کنید و گوش بدید تا دقت کنید به این قضیه. یه پادکست سطح بالا بردار بگی وای هیچیشو نمیفهمم. الان ما یه پادکست سطح متوسط میذارم، خیلی ها متوجه میشن. Do you have a car? Yes, I do. What kind of car do you have? I have a Honda. Is it new? It was new in 2003. So it's pretty old now. Yes, it is, but it still looks good. Do you take good care of it? Oh, yes. I wash it once a week. Do you change the oil? My mechanic changes the oil twice a year. خب بچه‌ها اگر که صدا براتون بد پخش میشه حتما بهم بگین که فکر بهتری بکنم، ولی این پادکست رو کامل براتون توی کانال هم میذارم، نگران نباشید. خب حالا بچه‌هایی که تو لایون یه سورپرایز دارم آخر لایو، منتظر باشید. الان ما این پادکست رو یه بار گوش دادیم، حالا چطوری بریم باهاش زبان یاد بگیریم؟ متن پادکست هم باید داشته باشید حتما. الان متنش اینجاست، صوتش هم اینجاست. خب یه جمله شروع می‌کنیم روش تمرین انگلیسی انجام دادن. Do you have a car? خب میگه چی؟ Do you have a car؟ شما یا اینو متوجه میشی یا اگه متوجه نمیشی متنش هست، معلوم میشه که جمله اول داره اینو میگه، از روی متنش متوجه میشی. خب میگه Do you have a car؟ بچه‌ها به مناسبت این جمله من میخوام یه گرامر خیلی بانمکی که خیلی باش مشکل دارن رو بهتون یاد بدم. ببین ما همیشه اگه که تو سطح پایه تا متوسط باشیم با این قضیه مشکل داریم که آیا ما باید سوالامون رو با دو داز بسازیم یا با امایز و آر بسازیم. اینجا میخوام یه کوچولو به این یه گریزی براتون بزنم. ببین الان مفهوم این سوال چیه؟ Do you have a car؟ میگه ماشین داری؟ خب ببین مدل سوالش چطوریه؟ ماشین داری؟ یه موقع هست من از کسی اینجور سوال میکنم آیا تو معلمی؟ معلم هستی؟ اینجا مثلا دانش آموزا اینجا هستند، اینجا وجود دارند. ببین یه موقع مفهوم سوالم
این هست و بود و اینجور چیزا رو توش داره. وقتی که هست و بود توی اون مفهوم جمله باشه، حالا اگه بخوای از ترجمه فارسیش برای ساختن سوالش استفاده کنی که چیز خوبیه، بعدم نیست برای سطح پایه. اگر که این هست و بوده توی جمله بود، تو میفهمی که سوال باید با فعل تو بی بسازی، حالا یا زمان حال که هستم هستی هست، یا زمان گذشته بودم بودی. حالا مدل‌های دیگه‌اش که برای سطح‌های بالاتر از پایه‌ست و کاری ندارم، مثلا باشه و بودن و اینجور چیزا شکل دیگه‌ش رو کار ندارم، فقط در همین حد. اما اگه یه موقع سوالت این شکلی باشه، ماشین داری؟ مثلا اینجا زندگی میکنی؟ چند تا بچه داری؟ ببین این سوالا هستم هستی بودم بودی توش نداره. پس این سوالا رو باید با چیزی غیر از فعل تو بی بسازیم که توی هر زمانی فرق میکنه. الان داره به صورت کلی ازش میپرسه، خیلی دقت کنید، به صورت کلی داره میگه کلا ماشین داری؟ یه چیز به مثلا ماشین داشته باشه اینجوری نیست که امروز داشته باشه فردا نداشته باشه پس فردا داشته باشه، همیشه داره دیگه. یعنی وقتی یکی به تو میگه ماشین داری، یعنی منظورش اینه که کلا ماشین داری تو زندگی، یه چیز کلیه. یا مثلا به تو میگه که رنگ آبی رو دوست داری، یه چیز کلی رو داره از تو میپرسه. وقتی یه چیز ثابت و کلی از تو پرسیده میشه، یعنی زمان حال ساده است، زمان present simple present هست. وقتی simple present یه زمان حال ساده داره از تو میپرسه، باید با دو و اگرم سوم شخص باشه با داز سوالیش بکنی. پس الان دارم از تو میپرسم، تو یو هستی، برای یو دو استفاده میشه توی زمان حال ساده. پس از تو بخوام بپرسم که یه چیز ثابت زندگی چیه، مثلا کی از خواب بیدار میشی؟ آیا ساعت 8 از خواب بیدار میشی؟ به صورت کلی دارم ازت میپرسم. آیا مثلا خواهر داری، برادر داری؟ آیا ماشین داری؟ نه همچین چیزایی که روتین از آدما میپرسن. مثلا تو خواهر برادر داشته باشی دیگه همیشه داری، اینجوریه که فرداش نداشته باشی. خب این خیلی مسئله مهمیه تو حال ساده، یه چیز ثابت زندگیته. توی همچین مواقع شما بعد از حال ساده استفاده کنید که ادوات سوالیش دو و دازه. خب پس من اگه تو بخوام بپرسم که ماشین داری، میگم do you have a car. ببین you have a car یعنی تو یک ماشین داری، یه دو میذاری اولش، خیلی راحته با دو و داز سوال ساختن. خب همون جمله خبریه رو یه دو میذاری بالاش. you have a car. do you have a car؟ ماشین داری؟ you have a sister. do you have a sister؟ خواهر داری؟ you have مثلا you live in ایران، تو زندگی میکنی در ایران. do you live in ایران؟ حالا ایران هم میگن، ما که البته فارسی زبانیم، نه اونایی که انگلیسی زبانن. پس خیلی راحته، همون جمله حال ساده ها رو اگه یه دو و داز اولش بذاری خیلی راحت سوالش میکنی. و بهت هم گفتم چطوری تشخیص بدی که آیا از دو و داز الان استفاده کنم یا از امویزار استفاده کنم. یه موقع میگم تو دانش آموز هستی، تو دانش آموزی یا تو دانش آموز هستی، اینجا دیگه نمیگم do you a student، اصلا نمیشه. میبینی؟ ببین تو دانش آموز هستی غیر سوالی، جمله خبریش چه شکلی میشه؟ you are a student. درسته؟ you are student. اصلا تو جمله are داره، پس معلوم میشه تو سوالش هم باید همون استفاده کرد. ولی وقتی میگم تو اینجا زندگی میکنی you live here، اما ایزار نداره که تو سوالم میخواد استفاده بشه. قشنگ جمله خبریش هم میتونی تشخیص بدی، حتی اگه اون هستم هستی ترجمه فارسی هم نخوای بکنی، موافق با روش ترجمه فارسی نباشی که اونم بالاخره یه سبکیه، تو خیلی راحت از جمله خبری میتونی تشخیص بدی که من چجوری سوال میکنم اون جمله‌مو. پس اگه جمله من دو دازه رو داشت you are a student، you are a teacher، تو معلمی، تو دانش آموزی، سوالیش هم همون میشه. فعل رو هم دارم میذارم اول، منتها یه تغییراتی داره که فعل رو میذاری اول جمله. میگم are you a teacher، are you a student، یا am I a teacher، I am teacher، am I a teacher. خیلی راحت. اگر هم که نه اینا رو نداشت یه دو میذاری اولش. و فقط دقت کن به اون قضیه که اول بهت گفتم، اگه راجع به چیزای ثابت زندگیت، ثابت و روتین زندگیت بخوای صحبت بکنی ازش استفاده میکنی. مثلا I like مثلا this pencil، مثلا من اینو دوستش دارم. Do you like this pencil؟ میبینی جمله دقیقا یه دو میاد اولش، خیلی راحت. سوم شخص هم که باشه داز میاد، مثلا she likes this book، she likes this book دیگه خیلی مشخصه she likes، چون اون اس داره، اس میاد میچسبه این طرف به دو، پس دو تبدیل به داز میشه. does she like this book؟
خیلی راحت. حالا توی پستا که خیلی راجع به این صحبت کردیم. حالا بچه‌ها این جمله اول بود. خب ما به تناسب این جمله اولی هم راجع به حال ساده باتون صحبت کردیم. پس do you have a car؟ ماشین داری؟ داشتن have. خیلی راحت. Yes, I do. خب گفت yes I do. اشتباه مهلک و وحشتناک ما توی سطح پایه و حتی متوسط اینه که میگیم yes I have. میگه ماشین داری؟ تو فارسی میگم آره دارم. فکر کنم تو انگلیسی هم باید بگم yes I have، در صورتی که yes I have بچه ما نداریم. جواب کوتاه داری میگی، یعنی کل جمله طرف رو تو تکرار نمی‌کنی. یه موقع یه کسی از من سوال میپرسه، من اینطوریه نکن، میگه ماشین داری؟ میگم بله ماشین دارم، یعنی عین جمله‌شو رو تکرار میکنم. اون فارسی و انگلیسی شبیه همه. Do you have a car? Yes I have a car. خب پس اگه عین جمله طرف رو تکرار کنی همون میشه. عین فارسی و انگلیسی دقیقاً کل جمله رو میگی. اما تو جواب کوتاه فارسی و انگلیسی با هم فرق میکنه. طرف میگه ماشین داری؟ میگم آره دارم. تو انگلیسی میگم yes I do. yes I have نداری ما. توی هیچ حالتی استفاده نمیشه. همون ادوات سوال باید بیاد تو جواب کوتاه. با دو پرسیدی پس تو جواب کوتاه هم با دو میاد. با داز پرسیدی با داز میاد. با دید پرسیدی با دید میاد. با هر چی پرسیدی با همون میاد. خب توی زمان حال ساده رو داریم بررسی میکنیم. نگید مثلا توی ماضی نقلی have میاریم. نه اون داستانش جداست. قاطیش نکنید. پس جواب بلند عین فارسیه، جواب کوتاه فرق میکنه، با اون ادوات سوالی هستش. پس do you have a car? Yes I do. یا میگم do you have a car? Yes I have a car. جواب بلند و عین خودش میدم. درست شد؟ پس اینم خیلی چیز ساده ها، ولی 99% اگه بگم واقعا اغراق نکردم که اینا اشتباه استفاده میکنم. خب سوال جمله بعدی. What kind of car do you have? خب گفت what kind of car do you have؟ یعنی که what kind. what یعنی چی؟ kind یعنی نوع. یعنی چه نوع ماشینی تو داری؟ what kind of car do you have؟ همون do you have بود. تو داری؟ حالا چه نوع ماشینی تو داری؟ اصلا سوال ساختن رو سخت نکنید بچه ها. از ساده شروع کنید. اول میگم I have a car. بعد میگم ببین مخاطبم اگه تو باشه میگم you have a car. یه دو میذارم do you have a car. حالا میخوام کلمه پرسشی هم بذارم what kind of car do you have؟ چه نوع ماشینی تو داری؟ دقیقا تو فارسی هم میگم چه نوع ماشینی، چه جور خونه ای، چه جور سالادی مثلا تو دوست داری. تو فارسی بعد این چه نوع چه جور همیشه یه اسمی میاد. تو انگلیسی هم پس باید همینو بیاریم دیگه. میگم مثلا what kind of salad do you like؟ What kind of food do you like؟ What kind of car do you have؟ خیلی راحت بعد این what kind تو حتما باید اسم بیاری. یعنی بگی what kind of car، چه جور ماشینی تو دوست داری، چه جور غذایی تو دوست داری. خب پس بهش دقت کنید. اینو خیلی وقتا جا میندازن بچه‌ها. حالا what kind of car do you have؟ چه نوع ماشینی داری؟ که حالا الان مدل ماشینشو میگه. I have a Honda. خب میگه یه هوندا دارم. I have a Honda. تلفظش این شکلیه. Is it new? Is it new؟ دوباره یه اشتباه تلفظی رایج. بریتیشا بچه ها اکثرا میگن نیو. پس الانی که ما مثلا این پادکست حالت امریکن داره و کلا حالا مثلا ما داریم لهجه امریکن کار میکنیم، مثلا من توی کلاسام این شکلی هستم، پس بهتره که ما نگیم نیو به این واضحی که بگیم نیو رو بریتیش ها میگن. لهجه امریکن میگه نو. Is it new؟ میگه اون نو هستش، جدیده، یعنی ماشینش جدیده، برندش جدیده. برندش که نه، ازش مدلش جدیده. It was new in 2003. خب اینجا خیلی مهمه دقت کنید. یه بار دیگه بذارم چون میخوام چند تا چیز ازش بهتون یاد بدم. In 2003. Is it new? It was new in 2003. میگه it was new یعنی جدید بود. یعنی میگه مدلش جدید نیست. مال چه سالیه؟ این بچه‌ها سال ببینید از لحاظ عددی چجوری پیم میکنم، داره این عدد رو میخونه 2003. خب 2003 ما چطوری بخونیم تو انگلیسی؟ خیلی
یکی از داشتم اتفاقا چند روز پیش همین درس رو توی دوره جدید، دوره تاپ انگلیس داشتم همین درس رو برای بچه‌ها اسلایداشو می‌زدم. خوندن سال‌ها تو انگلیسی یه چیز چالش برانگیزه. بیاین امروز کامل بهتون یادش بدم. ببین اگر که بخوای بگی 2003، ببین خودش دقیقاً چطوری گفت. یه بار گوش بدید. It was new in 2003. 2003 یعنی 2003. یعنی دقیقا اونجوری که ما تو فارسی میگیم سال 2003 دقیقا همونجوری گفت 2003. 2003. حالا اندش هم میتونی نیاری حتی. خب اما یه مدل دیگه هم اینو میخونن که احتمالا زیاد شنیدی. دو رقم میگن 23. حالا چطوری 23 رو بخونیم؟ یعنی میگه 20 یا 20. بعد چون این سه خب یه صفر بعد سه دیگه، اون صفر رو هم میخونن میگن 2003. اوه بچه ها بذار براتون بنویسم، یعنی صفر. خب پس اینطوری هم میتونی بخونیش. هم میتونی بگی 2003 این مدل فارسی، هم میتونی بگی 2003 اینطوری. پس میشه 2003. 2003. خب یا اینکه بگی 2000 یعنی 2000 و 3 and 3. دو حالت میتونیش بخونی. حالا مثلا فرض کن که میخوای بگی سال، مثلا همین سالی که الان توش هستی 2025 یا همون 2025. ما حتی تو فارسی هم دیگه یه جورایی روون شده میگیم 2025. این راحت ترین حالت خوندنش میگه 2025 یعنی 2025 اینطوری بخونیش. یا این که بگی 2025 که این دقیقا اونطوری هم میتونی بخونیش. این مدل فارسیش بگی 2025 اینطوری هم میتونی بخونیش. ولی خب 2025 راحت تره. ولی این سالایی که مثلا قبل یه رقمی هست، یعنی مثلا 2001 2003 همینجور تا 9، اینا رو این شکلی هم میخونن که بگن 2003. اینجوری راحت تر میشه براشون. ولی در هر صورت دو مدلش رو میتونی بخونی، فرقی نمیکنه. اگرم که زیر سال 2000 باشه که دیگه خیلی راحته، اونا رو همه رو دوتایی میخونن. مثلا سال 1998 ما تو فارسی میگیم 1998، اونا میگن 1998. 1993. 1998. مثلا مایی که اینطوری مثلا 1370 1380 1300 مثلا 20 25. مایی که اینطوریم همه سالامون 1300 رو ما دو رقمی میخونیم، یعنی میگیم 13 مثلا 70 1370. یا مثلا 1400. حالا اینم ممکنه براتون سوال باشه، سال 1400 رو ما چطوری بخونیم؟ خب اینو میگیم 14 دو تا صفر یا 1400، یعنی میگیم 1400. خیلی راحت خونده میشه. یا مثلا 1404 سالی که توش هستیم که انشالله خیلی سال خوبی برامون باشه. 1404 رو چجوری بخونیم؟ دوباره میتونیم بگیم 1404 یعنی 1404. یا بگیم به نظرم اینطوری درستن این حالته. میتونیم هم بگیم 1404 ولی بیشتر حالت دو، یعنی 14 رو میخونن و 04. اصلا بیا یه کاری کنیم، کلا خودمون به یه مدلش عادت بدیم، فقط اون یکی رو مثلا بلد باشیم که اگه جای شنیدیم بدونیم چی میگه. ولی برای اینکه خودمون تو سرعت بتونیم بسازیم و بگیم، یه مدلش رو برای خودتون تو ذهنتون بذارید. من خودم با مدل دوتایی گفتن راحت ترم، چون مثلا زیر 2000 رو دوتایی میگن، بالای 2000 هم تو میتونی بجز خود 2000 که میشه 2000. خب خیلی راحت. ولی به جز 2000 بقیه رو همه رو میتونی بیای دوتایی حفظ کنی و بگی. یعنی بگی 20 03 20 مثلا 04 14 04 اینطوری بگی. حتی سالای شمسی رو هم حالا میخوای مثلا به انگلیسی بگی همینطوری بگی 14 04 14 01. و خود 1400 هم که میشه چی؟ 1400 یعنی میشه 1400. خب حالا باز اگه سال دیگه ای هستش که مثلا سال تولدتونه یا کلا بلد نیستید که بگیدش، حتما بگید که توی لایوهای بعدی حتما بهتون تدریس کنم یا حالا تو استوریا بهتون بگم. پس گفت it was new in 2003.
2003 توی سال 2003 یعنی قدیمی مال 2003. حواستون هم باشه که حرف اضافه سالها توی انگلیسی این هستش. میخوام بگم توی ماه فلان، مثلا من توی مثلا ژانویه به دنیا اومدم، میگم I was born on January. on حرف اضافهش آنه. یا روز تولدم بخوام بگم دوباره میگم on مثلا 13th. من توی مثلا 13همش مثلا به دنیا اومدم. خب از آن استفاده میکنم برای روز و ماه. اما برای سال و به بالای اون یعنی دهه و قرن و فلان و همه اینا از این استفاده میکنیم. خب پس از ماه به اون طرف به سمت پایین یعنی ماه و روز و اینا از آن استفاده میکنی، ولی برای سال، دهه، قرن اینا از این استفاده میکنی. دهم که میشه decade، مثلا in decade، یا برای مثلا قرن میتونی بگی century، که حالا خیلی نمیخوایم سختش کنیم، فقط حرف اضافهش هم دقت کنید که حرف اضافهش این هستش. So it's pretty old now. خب گفت so it's pretty old now. pretty رو تو لایو قبلا بررسیش کردیم، راجعش صحبت کردیم، گفتیم یه حالت خیلی میتونیم معنیش کنیم توی این شرایط. پس pretty old یعنی خیلی قدیمیه دیگه، واقعا کاملا قدیمیه، یه همچین مفهومی میشه توی ترجمه فارسیش. پس میگه so، میگه پس it's pretty old now، الان پس خیلی قدیمیه دیگه، تقریبا خیلی قدیمیه، یه همچین حالتی. Yes. So it's pretty old now. Yes, it is. Yes it is، میگه بله اون هستش. دوباره بچه ها ببین گفت it is old، it is pretty old، از it is استفاده کرد. اونم که خواستش یه جورایی سوالش رو جواب بده گفت yes it is. این از همون ادوات سوالیش، چون فعل to be بود is بود، همون آورد تو جواب کوتاه. دقت کنید به خاطر همین گفت yes it is که بله اون هستش، بله اونجوری هستش. سوالی جوری سوال طرف با فعل to be بود، اینم جوابش رو با فعل to be داد. همیشه اون جواب کوتاه ما با اون چیزی میدیم که توی سوال استفاده شده. خب ادامهش چی میگه؟ Yes, it is, but it still looks good. میگه but still looks good. اینجا بچه یه جمله با نمک مکالمه بهتون یاد بدم. اولا که گفت still که یعنی هنوز. یه نکته تلفظیش اینه که احتمالاً بلدید، نمیگیم still، میگیم still. خب یعنی s توی انگلیسی صداش این شکلیه. خب پس نمیگیم student، میگیم student. یا مثلا قاشق نمیگیم spoon. پس اینم میشه still. خب حالا این still looks good. بچه look یعنی چی؟ یعنی به نظر رسیدن، یعنی انگار که، مثل این که اینجوری به نظر میرسه که. خب چه موقعی استفاده میشه؟ مثلا میگم به نظر میاد که خیلی خسته، یا خیلی خسته به نظر میرسی، یا you look مثلا sad، ناراحت به نظر میرسی. you look tired، خسته به نظر میرسی. یا مثل این که ناراحتی. ببین تو فارسی میخوام مثل این که اعصاب نداری، یا مثل این که امروز ناراحتی. یا you look مثلا angry، عصبانی به نظر میرسی. پس این look مثل این که انگار که اینجوری به نظر میرسی. خب یه همچین ترجمه های توی فارسی میشه. حالا اینجا گفتش که it looks good. it چون سوم شخصه، پس به خاطر همین گفت looks، اون اس سوم شخص رو اختار it گرفته. خب it still looks good، هنوز خوب به نظر میرسه. خب پس این look رو ترجمهش رو دقیقاً بدونید چه جوری استفاده میشه. خیلی توی به نظرم مکالمات یعنی خیلی توی فارسی ما استفادهش میکنیم و توی اسپیکینگ انگلیسی هم خیلی میتونیم ازش استفاده کنیم. اینجوری انگار اینجوری، یا اینجوری به نظر میرسی، یا همه‌شو با لوک میگیم. البته اگر یه چیز بصری باشه ها، این مثلا مهمه. حالا خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی دقت کنید این لوک رو واسه چیزی که من الان تو رو دارم میبینم و میبینم که انگار عصبانی هستی، میبینم که مدل جدیده، مدل قدیمیه. خب یه موقع من میشنوم یه چیزی و یه قضاوتی میکنم، اون شنیدن رو با سیم میگیم it seems مثلا good. مثلا یه داستانی یکی مثلا تعریف میکنه، بعد میگیم خوب به نظر میاد it seems good. بذارتون بنویسم.
مثلا good. یعنی که چیزی که تو گفتی و من شنیدم، در اثر این شنیدنه من میگم که آره به نظرم چیز خوبیه. خب اما یه موقع من یه چیزی میبینم، قیافه تو رو میبینم که انگار اعصاب نداری. بهت میگم اعصاب نداری یا امروز you look angry یا you look مثلا sad، ناراحت به نظر میرسی. خب پس فرق میکنه این دوتا با هم. دیگه این که جمله بعدی حالا Do you take good care of it? اینم جمله خوبی بود. گفتش که ببین take care، اینجا براتون بنویسم take care یعنی مراقبت کردن از چیزی، یا موقع خداحافظی هم حتی استفاده میشه. میگن take care یعنی مراقب خودت باش، یا مثلا please take care of my children، از بچه‌هام مثلا مراقبت میکنی امروز، از یکی درخواست میکنم که take care کنه بچه‌های من، مراقبت کنه ازشون. پس take care یعنی مراقبت کردن، care یعنی اهمیت دادن به تنهایی. خب I care myself، من به خودم اهمیت میدم. اما take care یعنی مراقبت کردن، یعنی همچین حالتی. حالا اینجا میگه که do you take care of it، ازش مراقبت میکنی، و البته گفت خوب ازش مراقبت میکنی. do you good take care of it، خوب ازش مراقبت میکنی. حالا سوالش هم که همون حال ساده و اینجور چیزا بود، دیگه توضیح نمیدم. Oh, yes. I wash it once a week. Oh yes, I wash it once a week. بچه یک بار در هفته once a week، دو بار در هفته twice a week، سه بار در هفته دیگه از سه بار به بالا خیلی راحته 3 times a week، یعنی سه بار در هفته، یا مثلا 4 بار در هفته 4 times a week. پس حالا واسه جمله شما واسهتون می‌نویسم، میفرستم دیگه، اینجا بخوام بنویسم طول میکشه. کلا یک بار در هفته، ببین یه چیزی a week، وقتی میخوای بگی در هفته، در ماه، در سال a week، a month، a year، این فلانشو تو ذهنت داشته باش. از این طرف یک بار once a week، دو بار twice a week، سه بار 3 times a week، و دیگه از اینجا به بالا کلا times رو استفاده میکنه، اونو میاری به علاوه times، مثلا سه بار سه رو میاری به علاوه times. و در ماه اگه باشه مثلا once a month، یعنی یک بار در ماه، یک بار در سال once a year، once مثلا a decade، یک بار در یک دهه مثلا اتفاق میفته، هر چیزی. خب یه جمله بانمکی هم که توی دوره جامعه‌مون هم بود به بچه یاد دادیم، یه جمله بانمکی که اینجا استفاده میشه حالت اسلنگ، میگه که مثلا چیزی که به بچه یاد داده بودیم این شکلی بود، میگفتیم که چند وقت یه بار میری باغ وحش، طرف میگفت 100 سال یه بارم نمیرم. مثلا تو فارسی میگیم وقت گل نی مثلا میرم، یه همچین چیزی میگیم once in a blue moon، تو ماه آبی میرم. مثلا ماه که هیچ وقت آبی نمیشه که تو بخوای بری، پس به خاطر همین نمیرم دیگه، هیچ وقت نمیرم. او 100 سال یه بارم نمیرم، مثلا عمرم برم، یعنی یه حالت این شکلی که تو فارسی میگیم، چون انگلیسی میگیم once in a blue moon. اگه اینو شنیدید بدونید که یه حالت اینجوری داره، همچین مفهومی داره. خب پس گفتش که از ماشین مراقبت میکنی. do you good take care of it، گفت yes. oh yes. بعد دیگه چی گفت؟ I wash it once a week، یک بار در هفته ماشینشو میشوره. چه تمیزی ها. Do you change the oil? حالا چه سوالایی هم طرف میپرسه، چیکار داری؟ من آقایون اینجوری ها، یعنی تو بگو ماشین دارم، روغنش عوض میکنی، کی میبریش تعمیرگاه، اصلا نمیدونم صدای چیزشو چک کردی. دقیقا این آقا هم این شکلیه. خب حالا میگه که چی بود جمله‌اش؟ یادم رفت. قیمت آقایونو کردیم، یادمون رفت. Do you change the oil? Do you change the oil? Do you change the oil؟ میگه که روغنشو عوض کردی، یا مثلا روتینشو داره میپرسه دیگه، روغنشو عوض میکنی. و حالا خانمه چی میگه؟ کار اویل هم بچه‌ها میگن، یا اویل خالی یا روغن ماشین، کار اویل. خانمه میگه که My mechanic changes the oil twice a year. My mechanic، مکانیکم changes the oil. خب my mechanic سوم شخصه، هیه واسه فعلش اسم میاد دیگه، پس my mechanic change وقتی اسم بهش بچسبه changes. My mechanic changes the oil
چه بار؟ twice a year، 2 بار در سال. twice a year کم فکر کنم، احساس میکنم روغن چه عوض کنه اما بیشتر عوض کنه. خب پس ببین اینم 2 بار در سال چجوری گفت؟ twice a year، 2 بار در سال. این بچه ها کل جمله هایی بود که امروز براتون آوردم که بس ببینم ساعت چنده. خب نیم ساعت بچه ها تو لایو ما. پس ما امروز یاد گرفتیم که با حال ساده چطوری سوال بسازیم. تمام سوال تو حال ساده بود بچه ها. بهتون یکم راجع به حال ساده گفتم که چه زمانیه، چه جوری تشخیصش بدید، با زمانهای دیگه چیزای ثابت و روتین و اینا رو با حال ساده میاریم. بعد بهتون گفتم چه جوری با دو سوال بسازیم، چه جوری با امایز و آر سوال بسازیم. یه بار در هفته، 2 بار هفته، یه سری اینجور چیزا به هم یاد گرفتیم و همین دیگه. این کل چیزی بود که می‌خواستم توی این جلسه بهتون یاد بدم. حالا یه سری توضیحات هم میخوام راجع به دوره جدیدی که در واقع دوره 2025 مون هست بهتون یه توضیحات کوتاهی بدم. اگر که دوست داشتید میتونید توی لایو بمونید و توضیحاتش رو گوش بکنید. این دوره جدیدی که ما انشالله از اردیبهشت ماه شروع میکنیم این دوره رو، یعنی ثبت نامش 1 اردیبهشته. روزی که ثبت نام داره و روزی که با تخفیف میشه ثبت نامش کرد 1 اردیبهشته. این دوره بچه‌ها یه دوره کاملا خودخوانه، از 0 یعنی از الفبای انگلیسی شروع شده میره تا سطح پیشرفته، یعنی از سطح A1 تا سطح C، در واقع C1 رو به شما آموزش میده. C2 که دیگه خودش دیگه طرف میشه آمریکایی، دیگه اون در حد توان ما نیست. تا سطح C1 کاملا بهتون آموزش میده. یه نکته هم بهتون بگم، توی این کتاب، یعنی قبلا من از مباحث کتاب استفاده میکردم، اما توی این کتاب خیلی مستقیم‌تر و خیلی منظم‌تر دارم از مباحث جدیدترین کتاب حال حاضر آموزش زبان، یعنی کتاب کنکتیویتی استفاده میکنم. به خاطر اینکه تا سطح پیشرفته هستش این دوره، نمیخوام که هیچ خللی توی مباحثش باشه، میخوام که کاملا استاندارد باشه. چون ببین وقتی که یک کتاب خیلی مطرحی چاپ میشه، خب صدها نفر، نمیدونم کلی آدم، کلی تیم نشستن این کتاب رو طراحی کردن تو کل جهان. یعنی مثلا کتاب کانکتیویتی رو کسی که کتاب‌های مثلا سابمیت و اینها رو طراحی کرده، این کتاب رو طراحی کرده و سال 2022 اگه اشتباه نکنم آخرین بار، یعنی اولین ارائه این کتاب بوده، اولین چاپش بوده. خیلی کتاب جدیدیه و خب مسلما وقتی که یه تیم خیلی بزرگ نشسته کتاب طراحی کرده، خیلی از من نوعی که بخوام بشینم اینجا و چیزی رو تدریس کنم بیشتر بلده، بیشتر جوانب در نظرش هستش. خلاصه که کاملا اون سیری که توی این کتاب هست توی دوره ما جریان داره. یه دوره‌ای که کاملا استاندارده، نظر شخصی من توش نیستش اما تجربه من توش هست. تجربه‌ای که توی این 7-8 سال تدریس هم داشتم که آقا مثلا بچه‌ها معمولا چه چیزایی رو مشکل دارن، چه جاهایی رو گیر میکنن، تو چه مهارت‌های بیشتر مشکل دارن، همه اینا پوشش داده شده. یعنی شما مثلا فرض کنید که درس اول ما رو میخونید، توی درس اول یاد میگیرید که چطوری کامل خودتون رو به انگلیسی معرفی بکنید. خب بعد این درس اول رو که شما خوندید، حالا یک عالمه پادکست، متن برای هر 4 مهارتتون، یعنی هم روی ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ و لیسنینگ، روی همه مهارت کار میکنه این دوره‌ای که طراحی شده. این درسایی که شما خوندی، حالا میای مکالمه مرتبط بهش رو میشنوی، مکالمه ها رو حفظ میکنی، مکالمه ها رو استفاده میکنی، تکلیف متنی که باید نسبت بهش در من بفرستی میفرستی، ریدینگ و رایتینگ تو به نسبت همون یه درس کار میکنی، اسپیکینگ تو کار میکنی، لیسنینگ تو کار میکنی، یه سری پادکست ها داری باید گوش بکنی. یعنی کاملا تویی که الان معرفی خودتو به انگلیسی یاد گرفتی، هم میتونی این درس رو صحبت کنی، بخونی، بنویسی و اگه جای شنیدی متوجه بشی. یعنی روی این قضیه واقعا ادعا دارم که هر درسی که بالا میره، شما به تناسب همون درس همه 4 مهارتتون رشد میکنه و شما اینجوری میشید که دیگه نمیاید بعداً بگید که آره ما یه دوره رو گذروندیم، الان خوب مثلا بلدیم بخونیم، خوب بلدیم بشنویم ولی نمیتونیم صحبت کنیم، یا خوب بلدیم صحبت کنیم ولی اصلا لیسنینگمون افتضاحه، هیچی رو نمیتونیم بشنویم متوجه بشیم. یعنی انگار که یه نقصی توی یادگیریتون وجود داره وقتی اینطوری هستی. چجوری تو مثلا میخوای به کسی ارتباط بگیری؟ اگه بشنوی
ولی نتونی حرف بزنی، یا اگه حرف بزنی نتونی شنیدن رو متوجه بشی. به خاطر همین روی این قضیه خیلی کار کردم که این دوره یه جوری باشه که هر 4 مهارت شما رو با هم رشد بده. اگه یه جایی رفتی نوشتی من سطحم ایوانه، یعنی اولین سطح زبان، واقعا توی 4 مهارت تو ایوان باشی. یه جایی رفتی گفتی B2 هستم که سطح فوق‌العاده عالیه، واقعا توی 4 مهارت تو B2 باشی. روی این قضیه خیلی فوکوس کردیم. در کنار این دوره حالا شما اگه نیاز به کلاس خصوصی داشته باشید، تماس، همه اینا با خیلی قیمت مناسب، یعنی با پول نصف بسته آدامس شما میتونید با ما تماس تلفنی بگیرید. اینقدر شرایط مناسب گذاشتیم برای کسی که دوست دارن حالا پارتنر زبانی هم داشته باشن. این دوره این شرایط رو هم برای شما داره. اما خود دوره کامل، تکالیفش، نکاتش، همه چیش پشتیبانی هم داره. میتونید تکلیف بفرستین. اگه بخوام بگم چه مزیتی به دوره‌های سابقی که حالا تو سطح آموزش هست تو کشور یا توی آموزشگاه‌ها هستش داره این دوره، اون مزیت رقابتش در واقع چیه، فایده بیشتری که برای شما داره چیه، این هستش که 1 4 مهارت شما رو همزمان بالا میاره. توی مؤسسه ما ریدینگ و رایتینگمون خوب میشه اما اسپیکینگ لیسنینگمون خوب نمیشه. یا مثلا توی پکیجایی که الان تو سطح کشور هست شاید مکالمه یه مقداری خوب بشه ولی بقیه مهارت‌هامون روش کار نمیشه. یه نکته مهمش 4 مهارت بودنشه که واقعا 4 مهارت هست. دومین نکته مهمش اینه که الان هر کسی از جاش بلند شده یه پکیجی رو داده بیرون و شما نمیدونید واقعا این پکیج استاندارد آموزش‌ها استاندارد یا نه. اما این دوره کاملا استفاده شده ها، یعنی از نکات برتری که توی آموزش‌های کشور، چه آموزشگاه مجازی چه آموزشگاه حضوری استفاده میشه، من استفاده کردم توی این دوره. اما نکته مهمش اینه که بر 3 کتاب استاندارد داره میره جلو. شما دقیقاً میدونی که کجای کار هستی. یه دوره همطوری یه تیکه از این ور یه تیکه از اون ور 3 ماه 6 ماه نیست، یه دوره شدیداً کامله. من فکر می‌کنم که شاید 1 سال و نیم طول بکشه شما این دوره رو بگذرونید که از پایه بتونید تا سطح پیشرفته‌ش رو بگذرونید. اگه مثلا هر 3 ماه رو بخواید یک مهارت رو بگذرونید، مثلا هر 3 ماه یه سطح زبانی رو بخواید بگذرونید، تقریبا 1 سال تا 1 سال و شاید 4 ماه 5 ماه طول بکشه که این دوره رو بگذرونید. و دوباره مزیت دیگه این دوره اینه که کاملا پشتیبانی داره تا ابدالدهر. این دوره پشتیبانی داره تا ابد. هر وقت دوست داشتی دوره رو شروع کن و تا همیشه خدا از پشتیبانی ما میتونی استفاده کنی. هر وقت سوالی داشتی، نکته‌ای داشتی، خواستی تکلیف بفرستی، بررسی بشی، کاملا پشتیبانی رو داری. یعنی اصلا مدت زمان نداره. و دوباره یه مزیت خیلی خفن این دوره اینه که کوتاه مدت نیست. شاید فکر کنید که دوره اگه کوتاه مدت باشه خوبه، اما نه. این دوره کامله. یعنی شما مثلا سطح ایوان انگلیسیت رو برای 4 مهارت 3 ماه تا 4 ماه روش وقت میذاری، تیک میزنی، آزمونش رو میدیم، چون آزمونا رو طراحی کردیم براتون، آزمونش رو میدی، کامل که تیک زدی حالا میری سطح A2. اینو که تیک زدی میری سطح بعدی. مثلا آموزشگاه هم نیست که 5 سال بری کلاس آخرش هم هیچی به هیچی، نه. 1 سال تا 1 سال و نیم فشرده هر 3 ماه یه سطح زبانی رو تیک میزنی و بالا میری. کاملا یعنی باید مثلا روزی حداقل 1 ساعت 2 ساعت برای زبان خوندن وقت بذاری. خب اگه کمتر بتونی وقت بذاری، مثلا بگی من روزی نیم ساعت وقت میذارم، 2 سال دوره واسه تو طول میکشه، 2 سال و نیم واسه تو طول میکشه دیگه. این بستگی به خودت داره. ولی در هر صورت همیشه تو این پشتیبانیه رو داری. نکته مهم دیگهش پارتنر داشتنه. یعنی شما هر جا احساس کردی که من الان نیازم یکی باشه این چیزایی که خوندم و هی باش اسپیکینگ کنم، فقط نمیخوام به تکلیفایی که نظامی داده بسنده کنم، میخوام الان یکی باشه همینجوری هی با هم صحبت کنیم، با قیمت خیلی پایین ما برای پارتنر زبانی گذاشتیم که در واقع معلمای تیم ما هستن، با شما صحبت میکنن. چرا قیمتش پایینه؟ چون ما نمیخوایم سودی روی اون تماس‌های تلفنی داشته باشیم، فقط اون رو گذاشتیم برای اینکه اگه شما نیاز داشتید بتونید ازش استفاده کنید. در واقع اصلا اون یه چیز